گفتن اصبحنا ایمان بالله، گفتن ایمان به خدا قطعی چی؟ همیشه به روز کردیم. بگو ما علامت ایمانکم، پیغمبر خدا گو علامت ایمان شما چیه که میگه ما همیشه به روز کردیم با ایمان؟ گو علامت ایمان ما همیه که گو نردا بالقضا و نصبر علی البلا و نرضا بالقضا و نشکر علی النعما. گو ما به چی؟ به بلاهای خدا، مصیبت‌های خدا صبر میکنیم و به نعمت‌های خدا شکرگزاری میکنیم و چی؟ به حکم خدا راضییم. به خدا پیغمبر خدا گو که من خداوند روز خبرم داد که من لم یصبر بالبلای و لم یشکر علی النعمای و لم یرضى بالقضای فلیخرج من فوق الارض تحت السما لیطلب ربا سوا. گفت پروردگار من دیروز خبرم داد. یه حدیث قدسی است. خدا میگه کسی که بر بلاهای من صبر نمیکنه، بر نعمتهای من شکرگزاری نمیکنه، به حکم من راضی نیست، بس ببره ای روی زمین من از تحت آسمان من خدای دیگر طلب کنه، ربا سوا، پروردگار دیگر طلب کنه. اگر شما ببینید درباره اگر مصیبت ها من گفت زدم چقدر مصیبتی که ما در دنیا میبینیم در مقابل مصیبت های آخرت هیچ یک سلامتی، یک نعمت ایمالی. برادران عزیز، برای همین اگر در جهت نعمت ها فکر کنیم، اگر شب تا روز ما ذکر کنیم، نعمت یگام نعمتی که به ما الله داده او را شکر شب جا ورده رو میتونیم. برای همین خدا میگه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ای انسان چی تو را مغرور و ساخته بر رب کریم، بر رب بخشنده، برای تو چشم بخشیدگی ای. همین چشمات یا برد آینه نگاه کن، همین چشمات در آینه نگاه کن، کی برای تیره دادگی ای؟ کی؟ تمام طبیبیان دنیا را جمع کنین، برای تو یک چشم دادن نمیتونن. این چشم برای تو کی داد؟ الله ذوالجلال داد. این چشمات نگاه کن، ابروات نگاه کن، کاشان نگاه کن، چشمات دست و پاچت نگاه کن. خدا میگه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، او پروردگاره که ترا خلق کرد، فسواک، برابر ترا خلق کرد. یک پاچت دراز خلق میکرد، یک پاچت کوتاه، و میفهمیدی چی گفت. نگاه که در بهترین صورت ترا خلق کرده. ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بهترین صورت ما و شما را خلق کرده. برای چی ما را خلق کرده است؟ لیعرفونی لیعبدونی، تا که او را بشناسیم و او را به یگانگی عبادت کنیم. اگر کسی که الله را بشناسه، تمامی حرکتش انجام بتیه، تمامی قوش انجام بتیه، مالم که بیاوه میگه ای الله مال تو مرا دادگی. این نتیجه کاری من نیست، این نتیجهش خودتی الله. من تجارت کردم، من پولم دادی، مالم دادی، ای الله ایست نتیجهش کاری تا ای الله. اگر تو مرا نمیدادی این نقشهای من همش برباد میرفت. ببینه انسان وقتی که چشمت میتی الله ذوالجلال، او کی است؟ او ذاتی است که او چشما را برای تو دادگی ای. ببینه میگه خداوند در حدیث قدسی که خلقت کل شیء لاجلک و خلقت لاجلی، ای بنده همه چیز برای تو خلق کردم. شب برای تو خلق کردم، روز برای تو خلق کردم، آفتاب برای تو خلق کردم، ماهتاب برای تو خلق کردم، این دریاهای زیبا را برای تو خلق کردم، این میوه ها را برای تو خلق کردم. نیکی آگاه باش که من تو را برای خودم خلق کردم. برای چی؟ لیعرفونی لیعبدونی، تا که مرا بشناسی و مرا به یگانگی عبادت کنی. برای همه سعدی میگه ابر باد و مه و خورشید و فلک در کارن، تو نان به کف آری و به غفلت نخری. همه از بحر سرگشته فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. شرط انصاف نیست که قدر ابر در خدمت تو، ماهتاب در خدمت تو، آفتاب در خدمت تو، ستاره در خدمت تو، شب در خدمت تو، روز در خدمت تو، همه چیز در خدمت تو.
باید تو در خدمت رب العالمین باید باشی ای انسان. برای همین برادران عزیز وقتا نگاه میکنیم این حدیث قدسی هم همه را بیان میکنه که همه چی را انسان برای تو خلق کردم. این نگاه کنید خدا در دوامش چی میگن؟ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای شیء ما خلقه. یعنی خدا میگه که من ای انسان من تو را در بهترین صورت خلق کردم، در بهترین صورت ما شارک بک، در بهترین صورت من تو را خلق کردم، در بهترین صورت. ما را میتونست حیوان خلق کنه، میتونست یک مخلوق دیگه خلق کنه، لیکن ما را انسانی مسلمان خلق کرد. برای همین شاعر میگه صد هزاران منت و حمد و ثنا مر خدای را که داد بر ما این عطا، با شکر از 100,000 شکر دیگر ما مسلمان مذهب با خبر. شکرگزاری کنه که ما و شما خداوند مسلمان مخلق کرد. و خداوند یا ملائکه فرستاد گفت برای بپرسون که چی میخواهند بتش. با آمد ملائک پیش همون مردی آمد که ابرص شدگی بود، پس شدگی بود و سلام علیکش کرد. گو چی میخوایی؟ گو همه میخوام پیسیم دور شو. هم من نگاه میکنم و پیسیش که دور شد یک بیشتری 10 ماه را دادش. گو ای بایگری دنیا چی میخوایی؟ هم گفت همه یک بیشتر میخوام. بعد داشت داد گفت خدایا همین باید بگرداند بر اسرائیل. بر رفت و ستا که یک اقرع را دید پیش موی سرش پیشش ریختگی. گفت چی میخوایی؟ گفت همه این پسری کلی من نگاه میکنن آخی تقصیر. گفت خیلی دعا کرد موی سرش همه تا بس لیختگی گشت. گفت ای بایگری دنیا چی میخوایی؟ گفت یک گاو میخوام. یک گاوی حامله دار را دادش. گفت خدا باید بگرداند. بعد پیش یک اعما آمد، پیش یک کوه آمد. گفت چی میخوایی؟ گفت میگن آفتابای، ماهتابای، شبای، روزای. من همه اینا محرومم. هیچی را نمیبینم. همین زنی نمیبینمش، فرزندی نمیبینمش. چی خیلی باز همین چشمام بینای و قدری ها نمیرسیم. کی و قدری میرسیم؟ وقتی که ای دست به تی میشید. آدم میره که دولینی میزنه چشماش حکوم میکنن همه بینی بیکیو میشن میگن هیچ بابای مولا هیچ بایزی بشیده میگن. بعد باید آمد گفت چی میفورد؟ گفت همین میخوام چشمام خدا بینا بگردانم که همین آفتاب ببینم، ماهتاب ببینم، ستاره را ببینم، شب ببینم، روز ببینم. و داشت که چشماش بینا شد. وقتی که چشماش بینا شد بابای رئیس گفت ای بایگری چی میخوای؟ گفت گوسفند میخوام. بعد میگه گوسفندی ها چرا حامله دار داری؟ گفت خدا باید بگرد. که دعا رفتگی ای یا اراده الله رفتگی ای. هم چنان در بنی اسرائیل بای شدن این 3 نفر که دیگه شناخته شو نمیشه. و خداوند ملائکه فرستاد و ملائکه فرستاد گفت برای که امتحان شو بگی. کو امتحان شو بگی چی میگن؟ در کدام حالتن؟ حالتی اصلیشون فراموش کرده گیان یاد هم حالتی از پیشونشون هستن. گفتم انسان از کلمه انسان گرفته شده تو این فراموش میکنن. با ملائک پیش همین مرد ابرص آمد گفت که یک مردی سبیل و مزرعه آمدگیم پول و مالم تمام شده، یک گشترم به تعمیره من بفروشم و به منزل ما برسم. یک آدم گفت بمی طریق کمپور تلبنده ها بسیار گفت قدمی را ما بیتم. و ملائک به یادش آورد که یه وقتا ابرص نبودی. گو ابرص نبودم. گو یه وقتا کم بغل بودی آخی هیچی نه. گو هیچی هم باب اجدادم بای بود. ولی آدم بای شاخ میگم باب اجدادم هم تبای بود. یعنی کدوم بای اومد نیم دنیا آخی. همین عریان آمده بودیم. نه ما پول داشتیم، نه پول داشتیم، نه خانه داشتیم، نه کاشونه داشتیم. یه روز میشه که هیچی نداره با. بعد این ملائک گفت که اگر در دعوت حق باشی خیر، نه که نباشه خدا به اصلی قدیم بگرداند. به اصلی قدیم بگرداند. ملائک رفت. بعد پیش آدمی اقرع آمد موی سرش ریختگی گفت امی یک گاو تبته فرو. گفت یاری بنده رنگیده بسیار کرده میرم هم ایتو. به این ملائک به یادش آورد که یه وقتا گفت همین سر گفت من موی سر من مادرزاد همی تو مگه میرم. گفت یه وقتا کم بغل گفت خیلی من کم بغلم. گفت خیلی
بای اومگیم هم تبای میرم کی با ملائک دست برداشت گفت که خدایا گفت بامو اگر دعوا دبو خیر باشی خیر نباشه به اصل بگردونش با به اصلش همون بعد و پیش چی آمد اعما آمد پیش کور آمد پیش کور آمد این مردکی کور مردکی خوب شود خدا میگه کسی را دوست بداره پیغمبر خدا در حدیث قدسی میگه خدا دو محبوب ترین دو چیز ایو میگیره دو محبوب ترین دو چیزه همین چشمه ماشین با واسطه چشم میبینی خوش میکنی دوست میداری از زن تا با واسطه چشم میبینی خوش میکنی ها فرزند تا با واسطه چشم میبینی نه داشته باشی اگه میبینی آخی اما برای یکسانه دیگه به یه آدم گفت که یا اعما گفت که امی گوسپندای من چند قدر میگیری بگی گفت یه وقتا من گو نابینا بدم یه وقتا نابینا بدم من خدا بینا گردان یه وقتا نداشتم خدا دارم کرده این مال من مال خداونده بگیرش گفت چند قدر میگیری کی ملائکه گفت که نه من برای امتحان آمدگی بدم به امتحان شما آمدم 3 نفر بدین 2 نفرتون از امتحان غلطی دینو اکد مقصد که تو گذشته امتحان به همه جا همی 2 نفر به اصل قدیم گشتن و همی 2 نفر به اصل قدیم گشتن ابرس اخرا و بعد چی همی اعما همی تبع نیستورایی دا چی با ایمان داد برای انسان وقتا که چیزش میتیه او از آن الله این از فضل چیه از فضل الله ذوالجلاله بسیاری وقتا خدا گفتم مال ما را امتحان میکنه با جان من هم امتحان میکنه با بیماری من هم امتحان میکنه خداوند بپرسیم که ما رو شما رو چی از امتحان الله سر بلندانه بگذرانم برای همین بابای رئیس دنیا را خیلی نکنیم گذرانه میگذرم میرم